نکاتی در رابطه با بهداشت مو، اصلاح مو و به آرایشگاه رفتن افراد آتیستیک. این که از کاردرمانگرش تراپی بگیرید و بهش بگین که میخواین که به آرایشگاه مراجعه کنین. یه سری مداخلات کاردرمانگر به صورت تخصصی انجام میده. قبل از اینکه یه فرد اوتیستیک، کودک اوتیستیک رو به آرایشگاه ببرید برای اصلاح مو، چند بار قبل از اون فرد رو به آرایشگاه ببرید تا اصلاح کردن و آرایش کردن موهای بقیه افراد رو از نزدیک ببینه. تصویرها و فیلم‌هایی از کوتاهی و کوتاه کردن موی بقیه افراد رو بهش نشون بدید تا ببینه و باهاش آشنا باشه، بدونه چه اتفاقی میخواد بیفته، ذهنش آماده بشه. وقتی که به آرایشگاه مراجعه کردید، شرایط کودک و اختلال کودک رو به صورت کامل واسه آرایشگر توضیح بدید تا در جریان امورات کودک قرار بگیره. چهارمین نکته این که اگه کودک اسباب بازی، عروسک یا چیز و ابزار مورد علاقه داره، با خودش به همراه داشته باشه وقتی به آرایشگاه مراجعه میکنه. سرگرم کننده خوبیه براش. پنجمین نکته این که در زمان اصلاح کردن مو سعی کنید موسیقی مورد علاقه‌اش رو براش پخش کنید. ششمین نکته این که سعی کنید در زمانهای خلوت و زمانهایی که فکر میکنید آرایشگاه خلوت‌تر هست و کسی نیستش با آرایشگاه مراجعه. آخرین نکته این که اگر که براتون امکان داره آرایشگر رو صدا بزنید یا تو خونه دعوتش کنید، تو خونه این کوتاهی مو رو برای کودک انجام بدید. نکاتی که گفته شد برای این بود که اصلاح و کوتاهی موی کودک راحت‌تر و کم دردسرتر صورت بگیره.